سلام دوستان، سلام به روی ماه تک تکتون. ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردید. امروز قراره سفری کنیم به دنیای مولانا جلال الدین بلخی، اون عارف و فیلسوفی که انگار رازهای کیهان رو قرنها پیش کشف کرده بود. انگار با قلبش امواج کوانتومی هستی رو دیده بوده. کلیدهایی به ما داده مولانا که حالا علم داره بهشون نزدیک میشه. تو این اپیزود موج معنا میخوایم 6 کشف متافیزیکی بزرگ از مولانا رو با هم دیگه بررسی کنیم. اینا نه درسن نه نصیحت، اینا پنجره‌ای به یه دنیای ناشناخته. پس خوشحال میشم تا آخر ویدیو همراه من باشید. اگر خوشتون اومد از این پادکست، خوشحال میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. بریم سراغ کشف اول مولانا. مولانا یه راز عمیق داشت به اسم وحدت وجود. میگفت همه چیز در هستی حقیقت یگانه است. از یه ذره خاک تا یک کهکشان دور. همه بخشی از یک کل واحدن. انگار هستی یه اقیانوس عظیمه و ما فقط موج‌های روی سطح این اقیانوسیم. ولی توی عمق ماجرا از نظر مولانا ما خود اون اقیانوسیم. حالا اینو با فیزیک کوانتوم می‌خوایم ببینیم. توی پیوستگی کوانتومی از ذرات از فواصل دور با هم در ارتباطن. انگار هیچ مرزی بینشون نیست. مولانا انگار قرنها پیش اینو میدونست. میگفت جدایی فقط یک توهمه. تو حتی اون پرنده که روی شاخه است یا حتی ستاره‌های آسمون بالا سرت همه توی رقص کیهانی هن. تصور کنید وجودتون یه ارتعاشه. تو یه میدان کوانتومی بی‌مرز هستی. مولانا میگه تو نه فقط یه جزء بلکه کل این کیهانی. این راز ذهن واقعاً ما رو به یک جای خیلی عجیب میبره. یه سوال پیش میاد، اگه همه چیزی ارتعاش یگانه باشه، این چه معنایی برای درک ما از هستی داره؟ بریم سراغ کشف دوم مولانا. مولانا میگفت دنیایی که میبینیم فقط یه لایه است، یه پرده نازک روی حقیقته. حقیقت اصلی جایی که ماده محو میشه، جایی که شکل‌ها معنیشون رو از دست میدن. بیا اینو با فیزیک کوانتوم مقایسه کنیم. توی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نمیتونیم موقعیت و سرعت یه ذره رو همزمان دقیقاً بدونیم. انگار ماده ذاتاً مبهمه. فقط وقتی بهش نگاه میکنیم شکل میگیره. مولوی انگار اینو حس کرده بوده. میگفت دنیا فقط یه سایه کوچیک از یه حقیقت بزرگتر. تصور کنید دنیا یه هولوگرامه. مولانا میگه از چشم ظاهرت فراتر برو. به مولانا. با یه نگاه عمیق‌تر میتونی نور پشت این هولوگرام رو ببینی و کدهاش رو دریافت کنی. از نظر مولانا حقیقت یک میدان بی‌مرز از آگاهیه. بریم سراغ کشف سوم مولانا. مولانا یه ایده عجیب داشت. میگفت تو یه دنیای کامل از آگاهی هستی. خودشناسی از نظر مولانا مثل یه سفر به یه کهکشان بی انتهاست. هر گوشه‌اش یه راز جدید داره. حالا اینو با فیزیک کوانتوم ببینیم. توی نظریه میدانهای کوانتومی همه چیز از انرژی ساخته شده، از اتم‌ها تا کهکشان‌ها. مولوی انگار میگفت تو یه میدان کوانتومی از کل این آگاهی هستی. وقتی به خودت نگاه میکنی انگار کل هستی رو داری کاوش میکنی. تصور کنید ذهنتون یه تلسکوپ کیهانیه. هر بار که به خودتون گوش میدید یه ستاره جدید کشف میکنید. مولانا میگه تو فقط یک انسان نیستی، یک کهکشان بی‌مرزی. به مولانا. کشف چهارم مولانا خیلی دیدنیه، خیلی شنیدنیه. مولانا زمان روی توهم میدید. میگفت حقیقت توی لحظه ابدیه. گذشته و آینده فقط خیالات ذهنمان. اینو با فیزیک کوانتوم میتونیم مقایسه کنیم، جور در میاد. توی نسبیت انیشتین زمان نسبیه. به نگاه شما بستگی داره زمان. توی در هم تنیدگی کوانتومی ذرات انگار بی توجه به زمان با هم در ارتباطن. یعنی اگه زمان هم وجود نباشه بین دوتا اتم میتونن به هم دیگه معنا بدن. مولانا انگار اینو میدونست. میگفت زمان پرده یک ذهن رو روی حقیقت میکشه. تصور کنید هستی نقاشی بی زمانه. همه چیز توش همزمانی داره. مولانا میگه از قید زمان آزاد شو. حقیقت توی همین الان ابدیه. خیلی تخصصیه مولانا. خودم گیج میشم وقتی که مولانا میخونم. کشف پنجم مولانا. مولانا
رو در رابطه با مرگ صحبت میکنه مولانا. میگه مرگ رو پایان نمیدید. میگفت یه تحول متافیزیکیه. مثل وقتی یه موج کوانتومی به بی نهایت احتمالات برمیگرده. روح ما از بدن جدا میشه، به یه میدان بی‌مرز وصل میشه. توی فیزیک کوانتومی فروپاشی تابع موج میگه یه ذره تا وقتی نگاهش نکنی توی همه حالات ممکنه ایجاد بشه. مولانا انگار میگفت مرگ لحظه‌ایه که تو رو از یه حالت خاص به کل احتمالات کیهانی میبره. تصور کنید وجودتون یه موجیه توی اقیانوس کوانتومی قرار داره. مرگ لحظه‌ایه که این موج به کل اقیانوس میپیونده. مولانا میگه مرگ دروازه‌ایه به یه آگاهی بی‌مرز. بریم سراغ کشف ششم مولانا. مولانا عشق رو یه نیروی متافیزیکی میدید، یه موج که از همه مرزها رد میشه، ما رو به یه آگاهی بی‌انتها وصل میکنه. توی فیزیک کوانتوم آگاهی ناظر میگه که نگاه ما واقعیت رو شکل میده. مولانا انگار میگفت عشق یه حالت آگاهیه که دنیا رو از نو خلق میکنه. وقتی عاشق میشی انگار یه میدان کوانتومی رو فعال میکنی. به عشق، به عشق مولانا. تصور کنید عشق یه ارتعاشه، کل عالم رو به رقص در میاره. مولوی میگه عشق جرقه‌ایه که تو رو به نور کیهان وصل میکنه. به مولانا. کلی کشفیات داره. این بود 6 کشف عجیب متافیزیکی مولانا، کشفایی که با فیزیک کوانتوم هم صدا شدن. واقعا اینا مثل ستاره هایی تو آسمون ذهنمون دارن ما رو به یه سفر عمیق دعوت میکنن. شما هم خوشحال میشم یکی از این کشفیات رو انتخاب کنید، توی سکوت باهاش روبرو بشید، شاید به وحدت وجود خودتون فکر کنید اون لحظه، یا حس کنید زمان فقط یه توهمه. بعد توی کامنت ها برام بنویسید شما چه رازی رو از مولانا تا حالا کشف کردید. اگه این اپیزود ذهنتون رو به یه قلمرو جدید برد، کانال ما رو دنبال کنید، این پادکست رو با دوستای کنجکاوتون به اشتراک بذارید. بیایید با هم این سفر کیهانی مولانا رو ادامه بدیم. شکر وجودتون، شکر حضورتون. من با یه گوشی ساده صدای خودم رو ضبط میکنم. ببخشید توپق میزنم یا جایی رو اشتباه میخونم. یه چند تا نکته رو یادداشت کرده بودم که از یادم نره. عاشقتونم تا بی‌نهایت عشق.